سازی خوبی؟ رئیس اومد رئیس. سلام علیکم شیخ. سازی دادا. شکر سلامتی خوبه. جا تیاره. بله اکا مرحمت. این برادر مهمون است. خوش آمدید. مهمانی عالی قدر. مرحمت گذار. مرحمت مهمون. خوش آمدید. خوش آمدید. برای چیکار کارو چی خیلی؟ میشه سوز رحمت. سلامتیات خوبه. شکر خوب اکا. وای چیزی که گفتگیم تیاره. البته رئیس. کانی بگی بیار شا. مایلش. بهروز. لبای. کالیانی رئیس تیاره. آه تیاره. گرفته بیو. حاجی میبیارم. رئیس جون یگوار. مهمون جان یگوار. رحمت لازم نیست. رئیس جون نمیشه. شورا آبی بگاز. حاضر. شورا جان. چی خیلی که میگویند این کس پارتنری نوی ما است. سلام. ما همکاری را آغاز کردنی است. یگان کمبودی نشود. همش خوب شود. خوب. مهمان از ما نرنجد. مهمان قطعی معامله‌ای خوب میکنیم ها. خوب شده است. مهمان جان خوش آمدین. خوب شده است. رحمت مرحمت گیری. باشین. نه رئیس جون آوردم. رئیس جون مرحمت. شورا از مهمون. گیرید. تشکر. من نمیکشم. رئیس جون شما گیرید خیلی. مهمان جان نگرفتین. ای زنده باشی. خیلی خوش آمدی مهمان جان. ای انسانی خوبی ده انسانی خوبی. ما همین و معقولی حقیقتی آموختش دگیم. نکی همی اقلا همی دودش قطعی کم ترک استراحت بکردی. همش تموم شد کو. ای برچکه لابای رئیس. یا تایی دیگه بیار. اکای نعمت. بسش که دیگه ننوش. ایشم تمام شد کو. بشی دجات. خطا به دست بگی. یک تا موزیک دیگه بمان. من یک کم ترک دیگه رقص میکنم. من میخیزیم. یک تا موزیک بمان. موزیک. ایو رئیس غلطی دی. رئیس خیر رئیس خوب است. رئیس جون چو کردی؟ گذشته در بیاد رئیس تنشینید رئیس. بیوست تاک در اینجا بمونیم شا. سلام بکن مرا. این گونه انسان ها بودنشان رو نمیدونستم. رئیس بدردین زنگ زده است. کی؟ بدردین. کی ای بای؟ بدردین همسایه. ایگو مشکن. این همسایه رئیس است. بدردین 50 سامان گرفته است. 2 سال باز است. نمیدید. همین عیب نیست است اکا. عیب است. لابای. سلام علیکم. علیکم سلام. نعمت الله سازی. من نعمت الله نیستم. نعمت الله کارده کمی بند است. تو کی؟ مایم محمد یونس. من بدردینم همسایه. ها اکا گوش کردستم. کی؟ محمد یونس. لابای اکا. همه نعمت الله را فهمو که پدرش گذشته. چی؟ پدرش؟ بله. حاضر خدا خواهد میرسانم. باید 3 روز شد گذشتنشه. خوب شده است. خدا خواهد میرسانم. بخیر است برادر. پدر رئیس گذشته است. چی؟ پدر رئیس گذشته است؟ پدرش را 3 روز می شود که گذشته است. رئیس جان الله پدر رئیس گذشته است.
دمت را گیر. برادر مرا گوش کن. هر اینها در حالت مستی هم. از تو یک خواهش دارم برادر. هر دویشان را گرفته به خانه ببرشان تا هوشیار نشوند به هیچ جا نبرند. وقتی که هوشیار شدند بعد حالت را فهمند. مایلش همین خیل میکنیم. رئیس میدرویم. بله می درایم. رئیس جان دروید خیلی. نعمت الله بیا کنی دادرم. خوش آمدی. خوش آمدی دادرم. سلامتیت خوب است. خوش آمدی. خوش آمدی دادری جان. خوش آمدی ولی اکین دیر آمدی دادرم. مرمت کنی گذارید. چخیل سلام دادر علیکم. سوزی. مرمت گذارید. خداوند پدری شاد روان تا و گذشتگان تو را رحمت و مغفرت کند. آمین. خوش آمدی نعمت جان. خوش آمدی و سلامت ولی باشی. اکین دیر آمدی. دادر شما هم خوش آمدید. رحمت که نعمت جان، هر باره که همین در کشاده می شود، چه مهمان ها آمدن چه دوستان آمدن، یک خاطره در سرم در مینم چرخ می زند. هر باره که این در کشاده می شد، پدرت آرزو می کرد، گمان می کرد، فکر می کرد که نعمت الله از در می درآید. دائما چشمش به راه تو بود. اکنون هم این است. انسانیت فرزند را به امید به وایه می رساند که دستگیرش باشد، لیکن در حالت پیری، در حالت درمندی پدری رحمتیت بسیار عذاب کشید. ها انان کت را می بینی، پدری بیچارت با امید در همان جا می ایستاد، چشم منتظری تو بود، چشمش را از در نمی کند. 2 سال آخر به حد فشار بلندی و دیگر دردهایش و هجران فرزندش را غم می دادند. نعمت جان، چند مراتب من به تو زنگ زده بودم، برای چی تو تلفنت را نبرداشتی؟ اقلا روی گرم پدرت را می دیدی. بسیار خوب می شد. زیغ نشو، از این دنیا همه می گذرد. پدری رحمتیت در لحظه های آخری نفسش بسیار خواهش کرد، التماس کرد که یک امانت می دهم به دست نعمت بده. همان امانت حالا اینجا است. نعمت الله جان، انا این همان امانت است. راستی نمیدانم در اینجا چی است چی نیست، ولیکن بسیار خواهش کرد که امانت را برسانم. حاضر من رفته به خانه یک خوراکی گرم و یک چای گرم گپ میزنم. ببین بعدا بیا به خانه بعد هزار صحبت رحمت میکنیم. کلان اکای بدردین جان. سلامت خدا از باشی. شما راضی باشد سلامت باشی. که در نبودن ما دستی کمک خود را به پدری ما رسانیده توانستید. به شما منتداری بسیارتری خود را بیان می‌سازم. سلامت باشید. خدا از شما راضی باشد. از پدری تو هم به من خیلی کمک رسیده بود. خدا جایش جنت باشد. آمین. من شما رو شما انتظار در می‌شم. اکای بدردین. خوب رحمت. رئیس در جوی چین. ای پدر جان، خاک بر سر من باریم پسر. ای پدر، شاید این مبلغ را از دست خود به من تبرک مانده است. ای پدر جان، در بوی دستانت بمیرم پدر. سلام پسری عزیزم. من میدانم نامه من به دستت رسی.
باوری دارم که تو این نامه را بی آب دیده خواندن نمیتوانی. پسر جانم، یاد داری در خردسالیت هنگام بازی کردنت به زمین افتیدی و پایت شکست. در بیمارخانه بستریت کردم. من همان شب و روز تو را تنها نماندم و 10 روز کار نرفتم. در بری تو ماندم. بنابر سبب کار نرفتنم مرا از جای کارم پیش کردن. من باشم ذره ناراحت نشدم، چون که برای من از همه دیده مهمتر تو هستی. بعد از چند سال طولانی هنگامی فشار بلندیم پایم فلج شد و روزهای گذشته یادم آمد. میخواستم که تو در کنارم باشی که من دردم را حس نکنم. اکنون وقتش آمده است که چیزی را برایت بگویم. خیلی علم آور است. 2 سالی که تو نه زنگم زدی و نه از حالم خبردار شدی. در این مدت من بیمار شده از پای روانم ماندم. مرا همسایه بیچاره بحریدین نگاه و بین کرد. الله از او راضی باشد. بحریدین بار به خاطر داروهای مرا خریدن از تو 50 سامانی قرض گرفته بود. اکنون می توانی که از درون مکتوب 50 سامانت را گیری. پس از مرگم 7 سری سال گرفتنم سود ندارد. آن خراجاتی که بعد سری من میکنید خوبترش رفته از حال آن پدرانی که فرزندانشان سراغشان نمیکنند با خبر شوید. بهترین ثواب را در میابید. الله مددگار تو باشد پسر جانم.